امروز قراره یه حرکت بهتون یاد بدم که این حرکت رو اگر شما 1 ماه هر روز روزی 5 دقیقه تکرار کنی، قول بهتون میدم که بعد از 1 ماه وقتی خودتون جلوی آینه ببینید باورتون نشه که چقدر شکمتون تخت شده. هممون یه درد مشترک داریم، چربی دور شکم و پهلو. کلی دویدی، کلی ورزش کردی، کلی دراز نشست زدی، ولی هنوز که هنوز اون چربی دور شکمت از بین نرفته. امروز نمیخوام بهت بگم که ساعت‌ها ورزش کنی، رژیم سخت بگیری. قرار امروز من به تو یه حرکت بهت یاد بدم که بهت قول میدم اگر این حرکت رو توی 30 روز هر روز روزی 5 دقیقه این حرکت رو تکرار کنی، بهت قول میدم بعد از 1 ماه وقتی خودت جلو آینه ببینی باورت نشه که چقدر شکمت تخت شده. این حرکت کاردیو مقاومتیه. یعنی چی؟ یعنی شما همزمان وقتی که این حرکت رو دارین انجام میدین، هم دارید چربی سوزی انجام میدید، هم دارین عضله سازی انجام میدید. این حرکت برخلاف دراز نشست که فقط یه عضله کوچیکو درگیر میکنه، این تمام عضلات میانی بدنتون درگیر میکنه. حالا نتیجهش چیه؟ چربی شکم زودتر آب میشه و عضلات زیرش زودتر فرم میگیرن. اگر آماده این بریم این حرکت رو با همدیگه انجامش بدیم. خب این حرکت قراره که شما این کار رو انجام بدین. شما روی حالت پلانکید و زمانی که روی پلانک هستید باید سعی کنید پای مخالف رو به آرنج مخالفتون برسونید. یعنی به این صورت، یعنی شما پای سمت چپ به آرنج سمت راست و زانوی سمت راست به آرنج سمت چپ. شما فقط قراره این حرکت رو روزی 5 دقیقه انجام بدین، به این صورت که اینا رو تقسیم بندی کنین توی ست های 10 تایی، 12 تایی، 15 تایی و 20 تایی. پس قرار ما این شد هر روز بعد از بیدار شدن بعد از خواب، بعد از خوردن 1 لیوان آب، روزی 5 دقیقه فقط این حرکت رو تکرار کنید تا معجزه این حرکت رو بعد از 1 ماه ببینید. فقط یه چند تا نکته کوچیک میمونه که در ادامه ویدیو قرار من این نکات رو به شما بگم. این ویدیو رو تا انتها ببینید، لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. حالا یه سوال مهم، من اگر این تمرین رو انجام بدم میتونم هر چیزی که دلم میخواد رو در طول روز بخورم؟ اگر صادقانه بخوام جواب بدم نه، اینطور نیستش. اگر شما این حرکت رو در کنار رژیم غذاییتون رعایت کنید، من بهتون قول میدم بعد از 1 ماه وقتی خودتون جلو آینه ببینید، اون موقع است که معجزه رو توی بدن خودتون حس میکنید. قرار ما شد هر روز بعد از بیدار شدن، بعد از خوردن 1 لیوان آب، 5 دقیقه این تمرین رو با هم انجام بدیم. اگر تو هم آماده ای توی کامنت ها بنویس، منم میام. اگر سوالی در مورد تغذیه و نوع تمرین داشتین حتما از من بپرسید. لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.